دختر ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت، ولی هیچ نمیتوانست با خوشدامنش سازش نماید. چشم دیدنش را نداشت. هر روز با هم جنجال میکردند و یکدیگر را هیچ نمیفهمیدند. عاقبت صبر دختر لبریز شد و در پی نابودی خوشدامن شد. با این مقصد به نزد داروسازی که دوستی صمیمی پدرش بود رفت و از او درخواست کرد تا زهر به او بدهد تا بتواند خوشدامنش را بکشد. داروساز به دختر گفت اگر زهری خطرناکی به تو بدهم و خوشدامنت در حال کشته شود همه به تو شک خواهند کرد. پس خمیره‌ای به دختر داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای خوشدامنت بریز تا زهر آن کم کم به او اثر کند و او را نه در حال بلکه بعد از چند مدت بکشد. توصیه کرد تا در این مدت با خوشدامنش مدارا کند و با مهر و محبت رفتار کند تا کسی به او شک نکند. دختر هم خمیره را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقداری از آن را در غذای خوشدامنش میریخت و با مهربانی به او میداد. روزها و هفته ها گذشت و با مهر و محبت عروس اخلاق مادر شوهر هم بهتر و بهتر شد تا آنجا که یک روز دختر نزد داروساز رفت و به او گفت آقای دکتر دیگر از خوشدامنم متنفر نیستم. حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمیخواهد که بمیرد. خواهش میکنم داروی دیگری به من بده تا زهر را از بدنش خارج کند. داروساز لبخند زد و گفت دخترم نگران نباش، آن چیزی که به تو دادم زهر نبود بلکه زهر در ذهن خود تو بود که حالا با مهر و محبت به خوشدامنت از بین رفته است. بله خواهران عزیز، واقعا رفتار نیکو و احترام کلانسالان مهر و محبت را در قلبشان بیدار می کند و در نتیجه شما مورد محبت و احترام آنها قرار می گیرید که این با فایده خود شماست. برعکس اگر بدرفتاری کنید در جواب بغیر از بدرفتاری نسبت به شما چیزی نمی بینید.